سلام علیکم شاگردان عزیز. ما تصمیم گرفتیم که کورس HTML5 پیشکش شما کنیم. خب کسایی که میخوان سایت سازی را بیاموزن خب سر میکنن از اول از HTML، بعدا CSS، بعدا PHP، بعدا مثلا اگر بخوان JavaScript یا jQuery مثلا فکر اینا همه مهمش اول HTML است، CSS بعد PHP. خب من PHP شا اول گارانتی نمیدم، من خودم مختص ما PHP شا HTML CSS شا من گارانتی دادم میتونم که من قریب پشتی نه من вообще любой функции هم CSS هم میدونم هم PHP را هم HTML را بخشید. خب یکم خطاگی طرف ما بشه بخشش پیشکی بخشش میپرسم. خب من پروسه صورت تیار کردم. اینجا اساسی در HTML یکم رسمای کپا بسیار نمیکنیم، وقتی ویدیو زیاد میگذره. اگر السی نکته باشه بعد درس دیگه دا مقصد گفتنشو میگیرم. برای سر کردنی باید ما در براوزر کنیم، براوزر خروم هم استفاده برید یا براوزر هم میشه نو خروم بهترش خرومه. بعدا میتونه که بلاک نوت یا که بلاک نوت یا که سابلاین تکست یا که نوتپد استفاده برید. بر نداره شاید بعضی رو ندانیم نوتپد چیه، سابلاین تکست چیه من نشون دادم میتونم. خب من سلکر در تای ویدیو میمونم، میدارین سابلاین تکست اسکچت میکنین در چیاتون کامپیوتر اینستال میکنین. وقتی اینستال کردین در اینستال کردنش رای اودیای هم دلیل کردن اینستال بشه. بعدا در رابط استول من این خیلی سرعت پیدا میشه، یا که اگر در رابط استول پیدا نشید در پوسکی شما میشه در پوست میبرینش. خب وقتی برآوردینش در رابط استول اکتیوش میکنین. اکتیوش میکنین من این خیلی و انگلیسی ممکنه که روزش هم اسکچ کنین. من خب نگذارم من استرکتور را تیار کردیم. یکم استرکتور HTML سر میکنیم. HTML یعنی که HTML4 HTML XHTML در همین جور دکمنت رایدر بسیار چیزی هستن. یعنی که долго я галатсам ҷанасан сайт Исусо ман моша намефаҳмонам нош листияи хто саргардон ба вона кред сами главни шумо мефаҳмонам. вақте HTML5 мо нависани бошем мо фақат нависем документ нависем HTML тамом. дигар лишни чиз ки ҷаҳат ягон сайт нависем ё ки ягон символи дига ягон слеш пеш ягон ҳеҷ чӣ нависем. ман ин шафқати руни каришкуда. خب بعد از اون HTML нависем. HTML اگر رسوندیم обязательно باید ما در آخری دکمنت HTML مون محکم کنیم. یعنی که /HTML нависем این سلش. یعنی که بسیاری تگ ها پشتی کمی تگ هایی هستند که پروستو تگ نمیخواد مینویسن تمام دیگر محکم شده نمیکنن. بسیاری تگ ها قریب همه تگ ها در HTML وقتی پوشیدن محکم میشن. در تگ HTML مینویسونیم در داخل HTML هید منظم. یعنی که ما در هید میتونیم که CSS پر کلچت کنیم، متا تگ پر کلچت کنیم. متا تگ CSS یا یک یکم چیز دیگر هم مثلا ما در درون هید پر کلچت میکنیم. تیتل باشه یک زاگلاف کرد مثلا چی کنیم. مثلا من تکست مینویسم تکست نویسم بعد بودی میشه. بودی چیزی که هست در داخل بودی اگر شما لوگوی سایت می‌دارین مثال ادنا کلاس گیرید در جای صورت شما برش از دیگه نامتون یا کی جاگوستی طرف چیزی که در داخل هم شما وقتی بچه‌ش می‌خواد می‌بینه همه همون کارو در داخل بودی کرده. او فونکسیونالی که کدگی که شما او را نمی‌بینید باید در درونی هید کدگی که او را شما نمی‌بینید. چیزی را که شما بچه‌ش می‌بینید در براوزر اینها در داخل بودی هست. نمیشه که ای بودی بیرون بنویسیم در اینجا مثلا یا که در اینجا نه خیلی نمیشه. برای همین هر چیزی هست در داخل بودی می‌نویسیم. خب بعدی مثال من یک تگ می‌نویسم. تگ مثال خب ما تکست من روسی نوشتم. من دستم مختش تست از مجبورم سخرین کردم بعد این خیلی
равзанаем به بعدا نشون میشه. خب اینا نرسونیم یعنی که سترکتور ما تیاره. اگر ما اینا نرسونیم به این هم کار میکنه فرق نداره. یا که вообще اینها را گیریم просто так HTML نویسیم یکم تگ نویسیم سرانو کار میکنه. برای چی کار میکنه؟ برای که HTML5 خودش در لوبای جو کار میکنه. یعنی که پیشتر HTML14 یا که XHTML این خیلی کار نمیکنه. باید обязательно این سر را بنویسیم. نه که وقتی شما ریالی پروژه میسازین باید обязательно این تگایی که ما گفتیم یا را باید بنویسیم برای که به یورو نمیشه. خب وقتی نکردیم کاپیتاسیون میکنیم سخرانید من اینجا سخرانید کردم یا اینکه میتونه که کنترل اس بزنید. من اینجا تگی کنوپکا کنترل میزنید بعد اس میزنید بعد اس. خب من میبره جای سخرانید کردم. درست رابط استول میگیریم. من رابط استول یک پاپکا ساختگیم chat.local میداریم یا اینکه شما میسازین اگر شما باشه چیزی که میخوایم بسازین چی نام قطعی میتونید مونیش فرق نداره. خب من این ساختم chat.local پروسه پاپکا نامش برای داخل پاپکا میذارم. یکمین سایت یعنی که اول صفحه یکم باید همیشه index.html باید یکی نامش index باید بیاد. یا که شما میتونید که چی نام دیگه مونیش یا که شما میتونید پروسه وب مونیش یکی یکم نام دیگه نام خطا نامونیش میشونه که در لوبای سایت ساز اول صفحه اول ایندکس میمونه. یعنی که هم ایندکس می‌نویسیم. ایندکس نویسوندیم باید обязательно ما فرمت چمونیم. فرمت یعنی توچکا میمونیم HTML میگیم. یعنی فرمت HTML توچکا HTML. خب اوکی میکنیم. من داکیومنت ما تیار شد. خب لود میکنیم در پاپکا چت ما میذاریم. من ببینیم علاقه ایندکس یعنی توچکا HTML ش نشون میده. توچکا HTML ش من اینجا نشون میده. خب اگر ویدیو کچسای وزب داشته باشه شما نبینین من شما را میگم که توصیه میکنم که مقصد شما ویدیو را کچسای توزش کچس کنید. مگابایت هم بسیار برابر نه شما یاد میگیرین. ذاتا شما یاد میگیرین برای همین باید کچسای توزش کچس کنید. خب من ایندکس برام اینجا براوزری من کلام ترش کنم. اینجا براوزری خب از اون نچیزه بخشین راضی اکسپلور قطعی کوی کدام میشه نه اکسپلور من میگم استفاده نبرین نه اپرام بعضی وقتا یک سری در پرابلم میکنه شاید شما نه اوموزه نمیفهمینش بعد خودتون در پرابلم میمونین دیگر چند قدر نیستیم مثل اشیب کامپیوتر. برای من میگم من پرکتیکم در قریب پشتی همه براوزر رو استفاده بودم نه ای همه در براوزری این بهترین بگیم این براوزری خب براوزری ببخشید سراستی نماشون قبل زنیده براوزری خرومه. خب این من سوی استفاده میدارم یعنی که من ازمینید میکنم اینجا من خروم بگیرم نه خروم ندارم. اگر شما خروم داشته باشه پروسته بجاقه نکه کنید. من که خروم ندارم اینجا در آمده خروم میگیرم پروسته من پوتی خروم ما در دیگر جو استفاده کرده برای خاطر من دیگر جو میدارم از اونجا میگیرمش. خب من یافتمش از شما باید اینجا در بودش رو کلیک میکنم میشکن من فورمال چنی یعنی که خروم قطعی میکنم. من وقتی که خروم قطعی کرد من پیشترش میکنم من مای تکس یعنی که در بودش چیزی که من گفتم نویساندم شما میبینید من در بودی من مای تکس نویساندم مای تکس یعنی که در بودی برو. خب تکس نویسیم چی با تکس نشون نداد بازی میبینید تکس من ببین در بالا یعنی که زاگالوفکا میگن چی میگن قطعی من خوب نمیدونم. خب در بالا مینویسم یعنی که یعنی تیتل تگی است که این یکمین تگی است که شناس میشه تیتل یعنی که در بالا برای نوشتن ما تیتل نمیتونیم که پروسته تگ در درون بودی تیتل گیریمش در درون بودی میمونش. این خیلی شاید کار میکنه خیلی یک میبینیم و من خیلی نسنجیدم افشید نه کار میکرده یعنی که اینم چه خیلی بگم یعنی از ورسیای PHP از ورسیای HTML فرق میکنه یعنی که پیشتر رو این کار نمیکرد یعنی که در تیتل
تو اگر در درون هیدر ننویسیمش در دیگر جاها کار نمیکنه. نو لگدره HTML5 این چیز حاضر هم در اینجا کار میکنه هم در پایان. اگر فرصت شما بگین که بگین در اینجا مونیمش. نو این چیز کار خوب نیست. یعنی که قاعده تگ نویسی را شما یعنی رعایت نمیکنین، بعدا تگ‌های شما در اینجا بسیار میشه، شما با مقصد پرابلم های وزین دچار میشین که کار شما را خیلی نمایان میکنه. خب این بود ما ببینید یک چیز دیگر نکته مونه اینجا ببینید که گرتگ نشون میده. ما کنترل اس هم میشیم سخراین میشه. هر گاهی که ما چی ازمینی را کردیم سرازو شما کنترل اس بچین که اس سخراین کنیم. ما اس سخراین کنیم صدات نمیکنیم. خب یک چیز دیگر هم در همین درس میگم در داخل هدر متا تگ میآید، یعنی که مثلا هست که من این خیلی متا یعنی که متا تگ اینجا هم مثال چند هم فونکسیون دیگر دارن، ایناشو بعد میفهمید توضیح نه درست میآید خیلی متا تگ و میآید لینک میآید اینپوت نیو لینک من این خیلی لینک میآید. اما اینجا خدمت سابلاین تکست اتوماتیک که مثلا پول نیستش برابر نه حاضرش این نشه کار نمیگیریم فقط هم خیلی مثال لینک میآید متا تگ میآید یا که مثال تگوی مثلا اسکریپت انا این اسکریپت هم میآید. انا ببین اینجا انگوش دیگرش برای که باید تگ اسکریپت اویزت نمختم کنیم اینها تگوی هستن که باید محکمشون نکنیم یعنی که محکم نمیشن. ما را ببینید وقتی محکم کردن به اسلش میبونمش بود سابلاین تکست ما مقصود خیلی پرابلم میکنه یعنی که رنگش دیگه میشه یعنی یا در شکل گرفته من اسلش میمونیم یعنی که توبریشید یعنی کار کرد. این برای جاوا اسکریپت ایجاد کردن نوعی نشه بعد میفهمید نه که فقط بدون اینکه در داخل هید همین خیلی چیزا اویزت نه شما کدام شابلون را سر کار میگیرین در داخل اویزت نه همین چیزا قطعی چیزی که من گفتم و میخرین این چیزا اویزت نه. خب تمام یک چیز دیگر هم میگم تون وقتی ویدیو هم بسیار گذشته یک چیز دیگر میگم تون که من وقتی که در براوزر نویسیدم ما تکست شروع برآورد از من یک سیمبل تاجیکی را یعنی که حرف تاجیکی را مثلا ج را مثلا ج میگیرم میبینیم که کچھ خیلی میبره نه. خب باز خوب برآورده است نو براوزر ما شرایط تاجیکان значит داره برای همین خوب برآورده است نو بعضی جاها حرفای کلیدی را پرابلم میکنه یعنی که علامت سوال میبره هر خیلی سیمبل میبره. برای همین برای کار نشیدن باید ما در خط بنویسیم که متا تگ یعنی یک متدی که حاضر ما گفتیم برای این یعنی که متا منویسیم 400 انا 400 که مانیم 400 اتریبوت های در برای اتریبوت ها بعدا میگیم اتریبوت ها این خیلی ناخونقت میگیم. خب 400 هم میگیم که UTF-8 من خیلی قایدش خد نویسنشه سخراین میکنیم نو جایمه در نرمالی اینو که باز شما در شاید پرابلم کنه اگر پرابلم کرد همین را بنویسیم نو به پرابلم هم همین را بنویسیم برای که شما وقتی ترین در پارس اینترنت آدما به هر خیلی براوزر خط می‌دارن شاید تو در پرابلم نه. برای همین برای زبانی تاجیکی را فهمیدن برای حرفای کلیدی را براوزر خوب فهمیدن شما ابیزت نه UTF-8 مونین. خب من ببینین چقدر حاضر نرمال برآورده سود من ببینین چقدر برآورده است. من اینا گرفتم این حرفایی که نوشتم این вообще براوزر نمیفهمش دیگه چیه چی نیست دیگه برای که ما کدیروفکاش خودم специально علیش کردم دو من ابراد نمیگردونمش میگه که وقتی 400 تا UTF-8 وقتی کلچر میکنم من ببینم که براوزر موزین خیلی ابنوید میکنیم. خب ابنوید میکنیم من ببینم اینه که جوش دارم. خب همین بعد درس یکمی ما خب تا درس دیگر در پناه خدا خیر.